سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع 42 را می‌آموزیم که این موضوع بخشیده می شود با واسطه طرز گزارش. این موضوع قسم دومی موضوع پیشینه ما را بخشیده می شود. امروز ما این موضوع را همراه شما با یک چند مثال و مسئله ها مستحکم می‌کنیم. یعنی طرز گزارشی که از طرزهای حل سیستم معادله های خطی به حساب رفته. برای حل آن ما باید از معادله یکم یا دوم یکی از تغییرابند ifade کرده به تغییرابند دیگر گذاریم. بنابراین همراه یک چند مثال ها را دیده برایم و این موضوع را مستحکم کنیم. در شرط مثال یکم چنین آمده است: سیستم معادله ها را حل کنید و در زیر سیستم زیرین داده شده است. یکم سیستم به نمود 7x جمع 6y برابر 6 3x جمع 4y برابر 9 داده شده است. طلب کرده می شود که از این سیستم معادله ها تغییرابند های x و y یافته شود. برای یافتن تغییرابند x و y چه که شما از این معادله ها می بینید کوفیسیانت های نزد تغییرابنده به عدد 1 برابر نیست. پس ما می توانیم که از معادله ها x را یابیم یا y را یابیم و به معادله دیگر گذاریم. پس از معادله یکم x را می یابیم. 7x برابر 6 minus 6y 3x جمع 4y برابر 9. از اینجا از معادله یکم x را میابیم و آن از 6 minus 6y تقسیم 7 پیدا می شود یا حاصل می شود که این را گرفته به جای تغییرابنده x در معادله دوم می گذاریم. بعد 3 ضربی می شود 6 minus 6y تقسیم 7 و جمع 4y برابر 9 حاصل می شود. از این معادله داده شده یعنی در معادله دوم معادله یک تغییرابنده دار پیدا شد. از آنجا y را می یابیم. یعنی برای این 3 را به 6 ضرب می کنیم 18 مینوس 3 را به 6 ضرب می کنیم 18y تقسیم 7 و جمع 4y تقسیم 1 برابر 9 حاصل می شود. هر دو طرفی معادله را به عدد 7 ضرب می کنیم. در اینجا 1 7 و 7 حاصل می شود. یا اینکه از اینجا 18 مینوس 18y جمع 28y برابر 63 حاصل می شود. یا اینکه مینوس 18y جمع 28y این به عدد 10y برابر است. پس از 63 18 را ترک می کنیم. یعنی 63 ترک 18 حاصل می شود و آن برابر است به 10y برابری. از 63 18 را ترک کنیم و ما عددی 45 حاصل می شود. اکنون برای یافتن y 45 را به 10 تقسیم کنیم عددی 4 از 5 4 از 5 را به جای تغییرابنده y به معادله یکم میگذاریم و قیمت x را میابیم. پس 6 مینوس 6 ضرب 4 از 5 تقسیم 7 حاصل می شود که این برابر است به 6 مینوس 4 از 5 را به عدد 6 ضرب کنیم این برابری 27 می شود. 27 تقسیم 7 یا اینکه از 6 27 را ترک کنیم این به عدد مینوس 21 برابر است که آن را به عدد 7 تقسیم کنیم به عدد مینوس 3 برابر می شود. پس جفت عددهایی به ما طلب کرده شده این عددی مینوس 3 و 4 از 5 برابر است می باشد. آن را قید می کنیم. یعنی در جواب چنین می نویسیم مینوس 3 و عددی 4 از 5. این جوابی مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می برایم. در شرط مثال دوم طلب کرده می شود که گرافیک معادله ها را نساخته کوردینات های برش نقطه را یابیم. این را دیده می برایم. یعنی در اینجا آمده است مثال دوم دو خط راست داده شده است که آنها موافقند به 3x جمع 9y مینوس 15 برابر 0 و معادله دیگری آن به x برابر 8 جمع 3y داده شده است. ما باید گرافیک فونکسیون را نساخته نقطه برش دو خط راست را یابیم. برای یافتن برش دو خط راست ما باید
دو معادله های خطی رو یک جای کار کنیم، یعنی سیستم معادله ها رو دیده برایم. یعنی 3x جمع 9y مینوس 15 برابر 0. معادله دوم باشد به x برابر 8 جمع 3y داده شده است. از بس که مینوس 15 رو به طرف راست باید گذران، پس می نویسیم 3x جمع 9y این برابر است به مینوس 15 را به طرف راست گذرانیم، علامت آن به پلس عوض کرده می شود و در نتیجه x برابر 8 جمع 3y حاصل می شود. از اینجا سیستم برابر قوه را حاصل می کنیم. از بس که 3 9 و 15 به عددهای 3 کرتی است، آن را به 3 تقسیم می کنیم. در نتیجه حاصل می کنیم x جمع 3y برابر 5 حاصل می شود. یا اینکه معادله دوم را به تغییر می گذاریم، 8 جمع 3y. بعد از معادله دوم، یعنی دوم را به معادله یکم می گذاریم به جای تغییر بند x و چنین معادله را حاصل می کنیم. 8 جمع 3y باز جمع 3y برابر 5. از اینجا 3y جمع 3y این به 6y برابر است. 5 مینوس 8 یا اینکه 6y این برابر می شود به عدد مینوس 3. y را هنگام یافتن مینوس 3 را به 6 تقسیم می کنیم که این به مینوس 0.5 برابر است. مینوس 0.5 را می گیریم و به جای y در معادله دوم می گذاریم و قیمت x را حاصل می کنیم که آن موافقاً 8 جمع 3 ضرب مینوس 0.5 و آن برابر است به 8 مینوس 3 را به مینوس 1.5 ضرب نموده مینوس 1.5 حاصل شد. انا اکنون از 8 1.5 را هنگامی ترک کردن ما 6.5 را حاصل میکنیم. پس نقطه برش دو خط راست نقطه های می باشند که کوردینات آنها موافقند به x 6.5 و y قیمت موافق آن به مینوس 0.5 برابر می شود که این جواب مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چی آمده است؟ حل سیستم معادله را حل کنید. در اینجا ما چنین مثال را می بینیم که برای حل آن ما باید اول ساده کنیم و بعد حل این سیستم معادله را یابیم. یعنی در زیر چنین آمده است 5x تقسیم 2 جمع y تقسیم 5 برابر مینوس 4 و معادله دوم باشد به نمود x تقسیم 3 جمع y تقسیم 6 برابر است به 1 تقسیم 6. برای حل کردن این سیستم معادله ها ما باید آنها را به مخرج عمومی آوریم. یعنی از بس که در اینجا 2 و 5 عدد ها در مخرج جای گیرند، پس ما آن را به عدد 10 ضرب میکنیم. 3 6 و 6 باشد، آن را به عدد 6 ضرب میکنیم. در نتیجه با ما پیدا می شود یا حاصل می شود 10 را به 2 تقسیم کنیم 5 ضرب 5x جمع 10 را به 5 تقسیم کنیم 2 y برابر مینوس 40 و در معادله دوم باشد 6 را به 3 تقسیم کنیم 2 ضرب x جمع 6 را به 6 تقسیم کنیم y برابر 6 را به 6 تقسیم کنیم به 1 برابر می شود. پس معادله یکم را ساده می کنیم، یعنی 5 ضرب 5 و 25x برابر است جمع 2y برابر مینوس 40. معادله دوم را نیز به تغییر می گذاریم 2x جمع y برابر 1. اکنون خیلی که از این دو معادله ها می بینید معادله یکم دارای کوفیسینت های 25 و 2 بوده، معادله دوم دارای کوفیسینت 2 و 1 برابر است. پس معادله یکم را در اول به تغییر می گذاریم و از معادله دوم تغییر بند y را با واسطه x ifade می کنیم، یعنی که y برابر 1 مینوس 2x می شود. از اینجا این ifade را به جای y می گذاریم و معادله نمودی 25 ضرب x جمع 2 ضرب در داخل قوس 1 مینوس 2x برابر مینوس 40 را حاصل میکنیم. از اینجا 25x جمع 2 مینوس 4x برابر مینوس 40 حاصل می شود. از اینجا 25x مینوس 4x این به
21 х баробар аст. ҷамъи 2-ро ба тарафи рост мегузаронем, яъне минуси 40 минуси 2 ҳосил мешавад. аз ин ҷо 21 х ин баробар аст ба адади минуси 42. х-ро ҳангоми ёфтан минуси 42-ро ба адади 21 тақсим намоем ба минуси 2 баробар мешавад. чихеле ки х маълум гардид, минуси 2-ро мегирем ва ба ҷои тағйирёбанди х гузошта қимати мувофиқа он y-ро меябем. пас y баробар ҳосил мекунем. 1 минуси 2 зарби боз минуси 2 ба адади 5 баробар мешавад. пас ҷавоби муодила дар ин ҷо қайд мекунем. мувофиқан ба адади минуси 2 ва адади 5 баробар аст ки ин ҷавоби мисоли сеюм به حساب می رود. بیایید همراه مثال چهارم را دیده برایم. در شرط مثال چهارم چی آمده است؟ نقطه برش خط راست با تیرهای کوردیناتی یافته شود. یعنی در اینجا ما این مثال را همراه شما دیده می برایم. خیلی که در مثال دوم گفته بودیم برای یافتن برش دو خط راست ما باید از معادله های داده شده موافقاً آنها را با واسطه سیستم اجرا کنیم. یعنی در شرط مثال چهارم چنین آمده است: نقطه برش خط راست با تیرهای کوردیناتی یافته شود. یعنی در اینجا x مینوس y جمع 5 برابر 0. معادله داده شده است که ما باید نقطه های برش این معادله را با تیرهای کوردیناتی یابیم. یعنی با تیرهای کوردیناتی نقطه های برش این را با واسطه سیستم معادله ها یابیم. یعنی گرافیک فونکسیا را نساخته این را باید اجرا کنیم. برای این پس در اول نقطه برش خط راست را با تیر OX دیده میبراییم. برای این x مینوس y جمع 5 برابر 0 و y برابر 0 می نویسیم که این گویا نقطه برش با تیری OX نامیده می شود. پس این سیستم را حل می کنیم. برای این y را به جای y می گذاریم و قیمت عددی x را می یابیم. یعنی x مینوس 0 جمع 5 برابر 0 یا اینکه y برابر 0. از این سیستم بر می آید x جمع 5 برابر 0 یا اینکه y برابر 0. از معادله یکم x را می یابیم. یعنی x برابر مینوس 5 و y برابر 0 حاصل می شود. پس ما نقطه A را حاصل کردیم که مینوس 5 و 0 می باشد که این نقطه برش با تیر OX نامیده می شود. همینطور ما نقطه برش با تیر OY را همراه دیده می برایم. برای این معادله را می نویسیم و آن را با نقطه تیر OY دیده می برایم. دوم، یعنی سیستم معادله را ترتیب می دهیم که یکی از این معادله ها با x مینوس y جمع 5 برابر 0 و معادله دوم باشد x برابر 0 می شود که این نقطه برش با تیری نامیده می شود. پس از این سیستم x را به جای y می گذاریم و قیمت عددی y را معین می کنیم. در این حالت 0 مینوس y جمع 5 برابر 0 معادله دوم را به تغییر می گذاریم. از اینجا برابر خوبه می شود مینوس y برابر مینوس 5 x برابر 0. یا اینکه از این سیستم معادله حاصل می کنیم، یعنی قیمت y را یابیم، مینوس 5 را به مینوس 1 تقسیم کنیم به عدد 5 برابر می شود و x به عدد 0 برابر می شود. در نتیجه یکی از حالهای سیستم به 0 و 5 برابر بوده. این نقطه تیری برش با تیری OY نامیده می شود که آن را با حرف ب اشاره می کنیم. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به پایان رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.